چرا بعضی مردها هر کاری میکنند باز هم توجه زنی رو که میخوان به دست نمیارن؟ شاید فکر میکنی بدشانسیه، ولی واقعیت اینه که داری یه سری اشتباه پنهان رو تکرار میکنی. اشتباهاتی که باعث میشن زنها ناخودآگاه از اون فاصله بگیرن. اشتباه اول، زیادی در دسترس بودن. گوینده مردی که همیشه آنلاینه، همیشه در دسترسه و همیشه میگه هر وقت خواستی بگو من هستم. جذاب نیست. زنان دنبال مردی هستن که زندگی خودش رو داره، کسی که اول خودش رو انتخاب میکنه، بعد بقیه. اصلاحش، به خودت اولویت بده. وقتت رو با هدفات پر کن. بذار بدون که وقتی گفت پیام میده باید منتظر باشه. اشتباه دوم، تایید بیش از حد. گوینده اگه هرچی اون میگه فقط تاییدش میکنی، تو تبدیل میشی به یه آینه، نه یه مرد واقعی. اصلاحش، نظرتو بگو حتی اگه مخالفه. زنها دنبال مردی هستن که ستون خودش باشه، نه سایه کسی دیگه. اشتباه سوم، نداشتن مرز شخصی. گوینده اگه هر کاری اون خواست انجام دادی، بدون فکر داری نشون میدی که مرز نداری. و کسی که مرز نداره احترام هم نمیگیره. بذار بفهمه که تو هم قوانین خودتو داری. زنها مردی رو میخوان که بتونه نه بگه. اشتباه چهارم، نیازمند بودن. گوینده نیاز داشتن با خواستن فرق داره. وقتی نشون میدی بدون اون نمیتونی، بازی رو باختی. اصلاحش، باید بدونی که ارزش تو وابسته به توجه یه زن نیست. تو با یا بدون اون با ارزشی. اشتباه پنجم، نداشتن هدف در زندگی. گوینده مردی که فقط دنبال رابطه است ولی هدف و مسیر نداره، زود خسته کننده میشه. زنها به مردی جذب میشن که روی مأموریتشه. اصلاحش، مأموری تو پیدا کن. وقتی تمرکزت روی رشد خودته، زنها خودشون جذب میشن. این اشتباه ها کوچیک به نظر میرسن ولی اثرشون توی ذهن زن مثل سمه. اگه میخوای مرد آلفا باشی باید آگاهانه رفتار کنی، نه با التماس برای توجه بلکه با اقتدار برای احترام.